به نظر شما امروز توی سشن لندن تریدی هست، تریدی بود یا نه؟ این دو تا خط عمودی سشن لندن رو نشون میدن، 2 تا 5 صبح به وقت نیویورک. این کف روز قبله که میشه چهارشنبه، این سقف روز قبله و این خط اوپن 12 شب نیویورک، یعنی روزی ساعتی که امروز شروع میشه. اوپنینگ پرایس نیویورک. به نظر شما اینجا توی سشن لندن تریدی داشتیم یا نه؟ مایکل همیشه میگه که از چهارشنبه تا جمعه روزی که اخبار NFP هست دیگه ترید نکنید. اگه این کارو نکنید بهتره. به نظرتون چیزی هست؟ اینجا رو ببینید که سقف دیروز رو زده، امروز 31 آگوست 2022 و بدنه ها زیر سقف دیروز موندن، فقط اومده اون رو یه سویپ کرده و برگشته. خب اینجا کفای یکسان رو داریم، ایکوال لو داریم. مثلا میگم بیشتر فارسی ها رو بگم، چون توی دوبله منتورشیپ 2016 و 2022 که انجام دادم همه چیز رو سعی کردم فارسی بگم، اینجا هم کار میکنم. کفای برابر اینجا داریم که اومده به عنوان تارگت اینجا زده. رأس ساعت 5 صبح که سشن لندن تموم میشه یه اخبار کوچیک برای یورو داشتیم. البته این چارت S&P تو تایم 15 دقیقه است، اومده اون رو زده. حالا بریم تو تایم فریم 1 دقیقه ببینیم اونجا چه خبره. خب اینجا محدوده معاملاتیمون رو داریم. اینجا ببینید ساعت 5 صبح که سشن لندن تموم میشه. این دیلینگ رنج یا دامنه معاملاتی ما هست. من اینو اول مشخص میکنم. خب این میشه حد تعادل یا همون اکویلیبریوم ما که بالاش میشه پرمیوم یا گرون فروشی و پایینش میشه دیسکانت یا ارزون فروشی. کل مدل 2022 توی منتورشیپ 2022 توی این ویدیو جا میشه تو همین چند دقیقه. بازار اومده به سمت بالا، از قیمت اوپنینگ پرایس نیویورک و بازگشایی نیویورک هم اومده بالاتر. اینجا یه بعد از اینکه سقف دیروز رو زده، این سقف دیروزه، یه جابجایی یا دیسپلیسمنت داشتیم که اینجا 3 تا سوینگ لومون رو اومده شکسته، همراه با وید و فیر ولیو گپ هم بوده. این دیسپلیسمنت ماست. قیمت بذارید من این پوزیشنی که روی دمو هم گرفتم و روشنش بکنم، لیبلاش هم بذارم. خب ببینید اینجا دیسپلیسمنت ما بوده، همون جابجایی بوده و مارکت شیفت نزولی اینجا اتفاق افتاده. 3 تا سوینگ لو رو با هم شکسته، با گپ و فیر ولیو گپ و با وید. وقتی که برگشته بالا اینجا دوباره یه محدوده دیلینگ رنج یا محدوده معاملاتی میشه واسه ما. این مشخصش کنم. خب این دوباره پرمیومش باید بره بالا. خب ببینید این میشه حد تعادل یا اکویلیبریوم. بالای این میشه چی؟ پرمیوم یا گرون فروشی. اینجا هر وایدی فیر ولیو گپ چیزی باشه، وقتی اینجوری مارکت شیفت نزولی زده میتونیم وارد شیم. منم اینجا وقتی که اومده بالاتر از حد تعادل اینجا وارد شدم، یه 5 واحد اینجا وارد شدم. حالا دیگه لیبلاش هست مشخصه. و این بالا هم توی OTE پرمیوممون ببینید اینجا یه دونه وید داریم دیگه. من توی این وید هم دوباره 5 تا واحد دیگه وارد شدم. این وید ما میشه. پس 2 تا پوزیشن اینجا وارد شدم و بعدش دوباره برگشته پایین و با قدرت دوباره این یکی سوینگ لو هم شکونده. پس دوباره اینجا مارکت شیفت نزولی اتفاق افتاده و تا اینجا همه چی فعلا خوب بوده. من محدوده معاملاتیمون رو میارم حالا روی این یکی رنج قیمتیمون تو این دامنمون. خب اینجا دوباره ببینید اینجا میشه حد تعادلش، برگشته بالا. من دوباره توی این فیر ولیو گپ و این ویدی که اینجا بود یه 3 واحد دیگه اینجا وارد شدم، دوباره اومده کف قبلی رو شکونده. دوباره محدوده معاملاتیمون میاد جلوتر تا این یکی کف جدید که ببینید اومده خورده با اوپنینگ پرایس 12 شب نیویورک، روز واقعی که الگوریتم ایپتا میشناسه. و اومده اینجا دوباره ببینید اینجا میشه حد تعادل ما. تا اینجا همه چی به زیبایی داشت اتفاق میافتاد و اینجا دوباره توی این فیر ولیو گپ ما زیدینم مشخصش بکنم. اینجا دوباره یه فیر ولیو گپ داریم، گپ قیمت منصفانه از نظر بزرگان بازار که تو محدوده گرون فروشی هم هست. من گپا میلنگی. اینجا دوباره من 2 واحد دیگه وارد شدم و انتظار داشتم که بیاد این کفو بشکونه و بیاد دیگه پایینتر سراغ این کفای اینجا که میشه توی ارزون فروشی. اسمارت مانی همیشه توی پرمیوم میفروشه، توی دیسکانت میخره. خب اومد اینجا دیگه این کفو نشکون، برگشت بالا. این یکی از دلایلیه که چرا مایکل همیشه میگه از چهارشنبه دیگه حواستون باشه تا جمعه‌ای که NFP هست. اینجا قیمت ببینید دوباره نیومد همین کارو تکرار کنه و با قدرت بریزه پایین، چون کارشو توی پرمیوم انجام داده. دوباره برگشت بالا. برگشت بالا تا کجا اومد بالا؟ اینجا رو ببینید. این همون وید اول کاری ما بود که تو مارکت شیفت ما بود. تا اون ویده دوباره اینجا اومد بالا، تا این خلای نقدینگی اومد بالا. باز اینجا چون بالا زد، من اینجا یه واحد دیگه فروش زدم با اینکه داشت بالا میزد، داشت این سقفا رو میشکوند. اینجا چی داشتیم؟
اینجا سقف‌های نسبتا برابر ایکوال های داشتیم، دو سه تا سقف برابر داشتیم با هم دیگه. اینجا ریتیل به فکر چیه که اینجا یه مقاومت خیلی محکمه، ولی ما که آی سی تی کار می‌کنیم مایکل بهمون یاد داده اینجا پر نقدینگیه. وقتی اینجوری پرایم میکنن اینا رو درست میکنن، این بالا داره استخر نقدینگی شکل میگیره و وقتی میاد اونو میزنه، وقتی که این همه مارکت شیفت نزولی داشتیم پس باید بریزه. پس اینجا نقطه ورود بهتریه واسه ما. من یه دونه دیگه اینجا وارد شدم، باز اومد این سقفم زد، خورد به کف این وید ما و بعد ریخت. حالا چرا استاپ من نخورد؟ من استاپم این بالا بود، وقتی اینجاها وارد شدم استاپمو دیگه تکون نداده بودم، اسپردم حساب کردم، استاپم اینجاها بود و هیچ وقت نخورد. کی ریزش شروع شد؟ ببینید اینجا حتی اومده تا اکویلیبریوم یا حد تعادل این رنج اصلیمون از این سقف و کفی که گرفتم خورده، دوباره برگشته بالا، اومده اوپنینگ پرایس نیویورک خورده، دوباره برگشته بالا. رأس ساعت 5 این خط عمودی رو اینجا ببینید، ساعت 5 شروع کرد به ریزش. اولین تی پی من زیر این کف بود که توی این کندل خورد که اینجا می‌بینید 10 واحدش اینجا خارج شدم، به خاطر اینکه امروز هیچی مشخص نیست، جهت درست نداریم ما. بعدیشو زیر این یکی کف خارج شدم اینجا و بعدیش هم دقیقاً زیر این کف نذاشته بودم، زیر این بادیه بود، اینجا خارج شدم ازش. ببینید هرچند اومده پایین‌تر من پوزیشنام کمتر بوده و ببینید که وقتی از بادی بگیرید این دیلینگ رنج و این محدوده معاملاتی رو چقدر خیلی وقتا دقیق‌تر در میاد. ببینید اینا رو چقدر قشنگ اومده اینجا گیر کرده و کل کار، کل مدل 2022 همش همین بود.